در گروه بزرگ 9200 نفری چنین گفت: مهمانان عزیز، حضار گرامی، دوستان نهایت محترم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برگاه خالق دنیا جل علی شانه شکرگزاریم که بعد از مدت‌های طویل دوری و جدایی ما از کنار برادران و دوستان عزیزم دوباره خود و همکارانم را در میدان جمعیت شما می‌بینیم و دست پر محبت شما را به گرمی بی‌ساریم. من بنابر دلایل هرچه که نزدم موجود بود در صف گروه‌های مسلح مخالف دولت جمهوری افغانستان کشانیده شده بودیم. اکنون در پرتو ارزش‌ها و اهداف نیک مشی انسان دوستانه مصالح ملی عوامل اساسی مخالفت با دولت جمهوری افغانستان ایضاً رفته. دولت و قوای مسلح جمهوری افغانستان مسئولیت تاریخی دفاع از آزادی استقلال نوامش ملی را به عهده دارد و موفقانه به اجرای آن می‌پردازد. اعلامیه حکومت ایالات متحده امریکا، اتحاد شوروی راجع تأمین صلح در جمهوری افغانستان، اعلامیه 5 فقره سرمنشی ملل متحد در مورد تأمین صلح سراسری و باز بودن آغوش دولت جمهوری افغانستان امید مردمان من جمله ما را زیادتر ساخت. این جانب نیز با جمع افراد خویش با تعداد 12 نفر مسلح و 8,000 نفر غیر مسلح 20 قریه کاملا از تحت تسلط مخالفت آزاد گردیده است. دوستان محترم و مهمانان عزیز، این جانب نیز این وعده را به محترم دکتر سید نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و قماندانی اعلی قوای مسلح جمهوری افغانستان می‌دهیم که به خاطر دفاع از وطن، نوامش ملی و تمامیت ارضی کشور عزیز افغانستان آماده ایم تا آخرین رمق حیات خود صادقانه می‌رسیم. السلام علیکم و رحمت الله